تشکر زیاد. مرحمت با جای خود بگذارید. And now, the moment we have all been waiting for, presenting the ever popular singer of Tajikistan, an ICCR alumnus, Miss Nazia Karamatullah. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، این از سری سرود و ترانه‌های دلانگیزی بانوی خوش‌صدا، یک نفر گلدختر جوان تاجیک که توانسته است در بالیوود با سرودهای هندویی، با سرودهای تاجیکی کشور عزیزمان را معرفی نماید. نازیه کرامت‌الله، استقبال کنید. مرحبا.